سلام. یالا محمد صادق داریم تو این کوچه؟ مصادق ها تو همین کوچه است. جنس میخوای؟ جان؟ خدا وکیلی جنساش تکه، خودش نیست خداش هست. جنساش معتاده؟ میوه میخوره دنبالش، سر حال اصلا شبیه آدم و شیرایی نیست. شیره میکشه؟ ما کی گفتیم میکشه؟ پس چی؟ میخوره. شغلش چیه؟ روزا یا شبا؟ فرق داره؟ ها دیگه، روزا ساقیه، شبا دوز. دزده؟ با قرآن تا نیاز نداشته باشه نمیدوزی، وجدان داره. خانواده خوبین؟ ما باباش بدی نداریم. پس آدم خوبیه. خوبی هم نداریم. کجاست مگه؟ زندون. به چه جرمی؟ آدم ربایی. مامانش چی؟ مامانش تو همون زندونه، بخش زنان. اون چرا؟ همکار بودن، مومش بیهوش میکرد و پش میروباییدشون. چی کار مصادق دار گلا؟ میخواست بیاد خواستگاری خواهرم، اومده بودم تحقیق. اوه کمال. بچه بدی هم نیست. ها کاریش نداشته باشی کاری تی نداره. کاری ندارین؟ قربونت مصادق دوا صبر خواستگاری دگم مرا کاکا. نه این خانواده خوبی نه هنو و علامه تحقیقون که راجبی. ها بابا این دختر داستانشه. ویلیکو قربونه کاکا، وظیفه همسایگی نوکرتم. دشویمو که تی زندگی یارو قسمتی نه ها قبول بکو. می و تو سگ کیم که با قسمت بجنگیم. احسن